خب رفتیم تو سال جدید میلادی و دیگه خیلی‌ها تصمیم میگیرن که یوتیوب رو شروع کنن و از اون کسب درآمد کنن. ما تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم که ارزش داره وقتمون رو برای یوتیوب بذاریم و آیا درآمد قابل توجهی میده به ما یا نه. خب میریم سر موضوع اول که ببینیم ارزش داره برای یوتیوب وقت بذاریم و محتوا تولید کنیم یا نه. شما هر پلتفرمی رو که بخواید اجراش کنید و توش فعالیت کنید و ببینید اون پلتفرم در حال رشد کردنه یا در حال افت کردن. یوتیوب به نسبت سال 2024 در حال رشد کردنه، چون که تو سال 2024 2.5 میلیارد کاربر در ماه فعال بودن توی یوتیوب و درآمد یوتیوب از روی تبلیغات روی ویدیو 32 میلیارد دلار رسیده که سال 2023 29 میلیارد دلار بوده و بیشتر شده و این نشون میده که یوتیوب هنوز در حال رشد کردن. خب اگر بخوایم درآمدهای یوتیوب پرمیوم، یوتیوب تیوی و یوتیوب موزیک رو بهش اضافه کنیم، این درآمد به بیش از 50 میلیارد دلار است. خب بریم سر اول مشکلات رو بهتون میگم و بعدش مزیتایی که یوتیوب تو سال 2025 داره رو بهتون توضیح میدم. بریم سر مشکلات. چالش اول چالش نقد کردن درآمد توی ایران هستش. از اونجایی که ما تحریمیم و نمیتونیم به صورت مستقیم درآمدمون رو از توی یوتیوب بگیریم، باید یا یک دوست یا آشنایی که خارج از کشور زندگی میکنن به اون رو بندازیم و بگیم که گوگل ادسنسش رو به کانال ما وصل کنه و درآمدهای ما بره به حساب اوشون و اون درآمدهای ما رو به طریق به ما برسونه، یا اینکه ما به کانال های واسطه بگیم که اون کانال ها کارشون اینه که میان شرکت های در خارج میزنن و اونها گوگل ادسنس رو رشد میکنن و اونها رو به کانال های ما وصل میکنن و درآمدهای ما به گوگل ادسنس اونا میره و ما اونها درصدی رو از اون کم میکنن و بقیه‌اش رو به حساب ما میریزن. که این چند ماه اخیر این شرکت ها بسیار حساس شدن، چون که اونها چند تا کانال رو به یک دونه گوگل ادسنس وصل میکنن و اگر یه دونه از اونها استرک بخوره و یا اخطار بگیره که کانالش پاک بشه، تمام کانالایی که به اون گوگل ادسنس وصل شده بودن پاک میشه با هم. برای همین این شرکت ها بسیار حساسن که یه وقت کانالی نیاد توی شرکتشون که احتمال اینکه اخطار بگیره زیاد باشه. میریم سر مشکل دوم که توی این چند هفته بسیار موضوعش داغه، رفع فیلترینگ هستش. توی این چند هفته واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شدن و قراره که یوتیوب و تلگرام هم رفع فیلتر بشن. و حالا اگر رفع فیلتر بشه چی میشه؟ یوتیوب اگر رفع فیلتر بشه همه میتونن با آی پی ایران وارد یوتیوب بشن و ویدیوها رو نگاه کنن. و حالا اگر ویدیوها با آی پی ایران شناخته بشه، دیگه تبلیغ کننده هایی که میان روی ویدیو تبلیغ میکنن، چون به خاطر مشکلاتی که توی ایران هست نمیاد کسی روی ویدیوهای ایرانی تبلیغ بذاره و برای همین درآمدها به شدت کاهش می‌یابه و برای همین به ما خیلی مشکل میزنه و چالش برای ما داره. برای چالش سوم، چالش سخت بودن میزان سخت بودن یوتیوب هستش. یعنی اونطوری که افراد میان میگن توی یوتیوب خیلی آسونه، ویدیو میذارید آپلود میکنید توش و درآمد دلاری دارید، اینطور نیست. یوتیوب هم به میزان خودی سختی خودش داره. یعنی شما باید ادیت فیلم، ادیت صدا، نورپردازی، بعدش سناریو نوشتن و غیره رو بلد بشی و اگر اینا رو بلد نباشی توی چند ماه اول بسیار اذیت میشی و کانالتون خیلی کم رشد میکنه و شما باید قبلش برید آموزشی لازم مثل آموزشی کامپیوتر که ادیت و صدا و اینا غیره هستش رو یاد بگیرید و بعدش بیاین یوتیوب رو شروع کنید. حالا چالش ها تموم شد، میریم سر مزیت اول داشتن درآمد ارزی هست. یعنی شما درآمد ارزی داشته باشید به شدت میتونید از داشتن تورم جلوگیری کنید. یعنی توی 3 سال گذشته اگه فقط هر 3 سال درآمد شما $1000 باشه، درآمد امسال میشه 80 میلیون، درآمد سال قبلش میشد 60 میلیون، درآمد سال قبلش میشد 50 میلیون مثلا اینجوریه. ولی اگر از 3 سال قبل شما کارمند بودی و درآمدتون 50 میلیون بود، ماه بعدش نهایتا میشه 52 میلیون، ماه بعدش نهایتا میشه 55 میلیون و تورم همجوری زیاد میشد ولی درآمد شما به شدت اون زیاد نمیشه و شما تورم خیلی زیادی رو باید تحمل میکردید. مزیت دومش مزیت این که کانال بدون چهره هست. یعنی اگه رفع فیلتر انجام بشه و یوتیوب رفع فیلتر بشه، شما میتونید کانال بدون چهره بزنید و در اونجا محتوا تولید کنید بدون چهره
یعنی بدون صدا، بدون چهره، فقط با حرکات دست، یعنی خودتون تو تصویر نباشید. خب مزیت دوم اینه که شما میتونید کانال بدون چهره بزنید. یعنی اگه شما یوتیوب رفع فیلتر بشه و همه با آی پی ایران وارد بشن و درآمد شما به شدت کاهش پیدا کنه، شما میتونید یه کانال دیگه بزنید که در اون چهره شما وسیله شما نیست و فقط شما با حرکات دست میتونید اون ویدیو درست کنید. یعنی شما هیچ صحبتی روی ویدیو ندارید، یعنی هر نفری میتونه از هر کشوری ویدیو شما رو ببینه و بین المللی میشه و به خاطر همین محدودیتی برای کشورها نداره و همه بازدید بالایی میگیره و درآمد به شدت میره بالا. خب میریم سراغ مزیت دوم، آزادی بیشتر در کار کردن. یعنی شما هیچ سر کاری ندارید، هیچ محل کاری ندارید، فقط همین وسایل ها و اینترنت هستن که محل کار شما رو تشکیل میدن. یعنی شما میتونید وسایل خودتون رو بردارین برین یک کشور دیگه، اصلا یک شهر دیگه، یک خونه دیگه، اونجا وسایل رو بزنید و ویدیو بگیرید. فقط نیاز داشتن اینترنت هستش که شما بتونید ویدیو بگیرید و آپلود کنید داخل یوتیوب. مزیت چهارمش موتور جستجو بودن یوتیوب. یعنی شما یک ویدیویی که درست میکنید در پلتفرم‌های دیگه باید ویدیو درست کنید و ویدیوی قبلی شما باطل میشه و بازدید دیگه نمیگیره، ولی یوتیوب موتور جستجوه و ویدیویی که مثلا 4 سال قبل وارد آپلودش کردین و درستش کردین میتونه ویو بگیره برای کانال شما و درآمد بیاره. این بود از موضوع این ویدیو. امیدوارم که به دردتون بخوره. اگه تا اینجای ویدیو اومدید یعنی به آموزش یوتیوب علاقه دارید، ممنون میشم که کانال ما سابسکرایب کنید و لایک بزنید.